jungle. سلام علیکم. سلام علیکم. این برنامه 5 سوالی ورزشی می‌باشد. خودتون رو معرفی کنید. من اینجا هستم. خب حاضر من به شما یک سوال میدم مورد ورزش. اگر جوابی درست دادید 10 سوم برد میکنید. راضی هستید؟ میرویم یکم سوال. آیا بازی بسکتبال با نیچه انجام می‌یابد؟ نیچه نه. نه؟ خب جواب شما درست میباشد. تبریک میکنیم 10 سوم برد کردید. بازی رو دوام میدید؟ بله. میرویم دوم سوال. کدام شاعری روس با باکس شغل ورزیده دیگران را نیز یاد میداد؟ شاعری مشهوری روس. بله. با باکس مشغول بود. شاعر اصلی نمیدونم. شاعر کلیچکو خیلی. کلیچکو بود. نه نمیدونم. با عقیده شما کدام شاعر مشهور است در روسیه؟ پوشکین، الکسی پوشکین. و چند شاعر بخواد دارم. یک توی آنها را گفت. پوشکین. پوشکین. بله. پوشکین باشه. بله. واقعا هم الکساندر سرگیویچ پوشکین می باشد که با باکس شغل ورزید و دیگران را نیز یاد میداد. تبریک میکنم شما 30 سومانی برد کردید. بله. خب بازی را دوام میدید؟ بله. خاطر رسان میکنم که اگر بس سوال سیومی من جوابی نادرست دید 30 سومان شما میسوزد. راضی هستید؟ بله. در بازی خاکی چند سودیه در میدان حضور دارد؟ یک تا داور اساسی است. با از بار نظارتچی هستن. شاید 3 نفر باشن. 3 نفر؟ بله. واقعا هم درست می باشد. تبریک میکنم شما 50 سومانی برد کردید. بازی را دوام میدید؟ نه. شما رو تبریک میکنم شما 50 سومانی برد کردید و فعال بودید. مرحمت 50 سومانی شما. تشکر که اشتراک کردید. رحمت. از رحمت. اینا دوره. барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кураи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. سلام علیکم. سلام علیکم. شما بخیر. رحمت. این برنامه می باشد اویدی ورزش. سوال میدم 5 سوال. اگر با 5 سوال من جوابی درست یابید 100 سومانی برد میکنید. راضی هستید؟ تشکر از تاجیکستان. بله موضوع سامانیش مطرح نیست. میخوایم در برنامه تلویزیونی شما باشم چرا این کشور زیباست. مردم بسیار خوب داره. میخوایم اگر توانمندیش باشه ان شاء الله پاسخ میدم. تشکر زیاد. میرویم یکم سوال. از همه بکسیار زور در تاریخ بوکس کیست؟ فکر میکنم محمد علی کیدی. بله درست می باشد. تبریک میکنیم شما رو. یکم سوال شما درست است. بازی را دوام میدید؟ بله. من با شرایط بازی نمیفهمم. اگر دوام میدیم مشکل نیست. از همه مشهورترین بازیگر در تنیس زنانه کیست؟ با تاسف که با اسمش آشنا نیستم مگر باید یک خانم روسی باشه. نامشون نمیدونید؟ چون با روسیه آنقدر آشنایی ندارم. مگر تنیس میبینم مطمئن هستم که خانم روسی است مگر با اسمش آشنا نیستم. با تاسف شما این سوال باید درست بگیرید به خاطر که من در روسیه نبودم. خب این ماریا شراپووا باشد. واقعا هم بازیگری روس هستند. پس من در سوال دوم برنده هستم. بله برنده هستید. خب میرویم پس این سوال. جواب شما قبول شد. دوم من قبول شده. بازی دستوی برای رانندگان کاتگوریای A چی نام دارد؟ یک بار سوال تکرار کنین نفهمیدم. بازی های دستوی کماندوی. یعنی چی کماندوی به دست؟ ایگرا کماند نه ایگرا. یک سوال دیگه بدل نمیشه؟ چنج نمیشه سوال؟ نمیشد. نمیشد. خب با این واژه آشنا. رانندگان کاتگوریای A بازی میکنند در این بازی. که میکنند؟ خب آنها این چی بازی است که آنها بازی میکنند؟ بسیار خوب. گرچه در اصل آب بازی خودش ورزش است و همگی بازی نیست. بازی های دستوی برای رانندگان ماشین ها که کاتگوری A دارند. بله. رانندگی ماشین هم جز یک ورزش است. در اصل اینا میخواین ماشین ها را به نمایش بگذارن. از دید من باید همینطور یک چیزی باشه. یعنی به نمایش گذاشتن ماشین هایی که با قدرت و کمپانی هایی که میسازه. شاید هدف شو و نمایش ماشین باشه. بازی نامش چیست نمیدانید؟ یعنی فکر کنم این بازی درایوینگ باید باشه دیگه. یک سپورت است.
نه این گونه نیست. یعنی سوال من درست نیست جوابش. بله این بازی نامش متابول می باشد. چون من با واژه های تاجیکی آنقدر زیاد بلد نیستم نمیتونم به همه سوال ها باز به شکل درست پاسخ بگویم. ولی شما فعال باشید تشکر میکنیم که در بازی ما اشتراک کردید. زنده باشید. من از طریق شما یک سلام برای مردم دوشنبه و خصوصا برای مردم مسلمان تاجیکستان تقدیم میکنم که واقعا مردم خیلی خوب و در حقیقت شما یک فرهنگ بسیار غنی را تمثیل میکنن و واقعا مردم تاجیکستان قابل احترام است. تشکر زیاد به شما. زنده باشید. السلام علیکم. و علیکم سلام. این برنامه 5 سال ورزش می باشد. خودتان را معرفی کنید. من منوچهر ساکن شهر دوشنبه. بازی شахمتی عموما چند فیگور دارد؟ دو طرف یا از یک طرف؟ عموما نه؟ 32 تا. 32 تا؟ بله. خب واقعا هم جواب شما درست می باشد. تبریک میکنیم شما 10 سوم برد کردید. بازی را دوام میدید. بله. ملت بازی های المپیک کدام دولت است؟ قدیما گریتسیا. گریتسیا. بله. خب جواب شما واقعا هم درست می باشد. تبریک میکنیم شما 30 سوم برد کردید. بله. بازی را دوام میدید. بله. خاطر رسان میکنم شما را که اگر به سوم سوال من جواب درست ندید 30 سوم شما میسوزد. راضی هستید؟ بله. میرویم. کدام دولت را ملتی شахмат میحسابند؟ هندوستان؟ بله. شطرنج بود اول نامش. یکم نامش پیش از شахмат نامش شطرنج بود با زبان هندو. خب تبریک میکنیم واقعا هم جواب درست است. شما 50 سومانی برد کردید. خاطررسان میکنم که شما میتوانید از بازی را رد کنید و 50 سومانی خود را گرفته روید. بازی را دوام میدید؟ دوام تیم اگر خطا میسوزد. بله. میسوزه؟ خیلی میگیرم. شما را تبریک میکنیم شما 50 سومانی برد کردید. مرحمت 50 سومانی شما. واقعا هم فعال بودید. یگان گفتنی دارید درباره برنامه ما؟ درباره برنامه شما بسیار برنامه نقص. من بسیار در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی برنامه تماشا میکردم پیش که از تاجیکستان و از دیگر دولت‌ها که نه گرامت نیست آدمای پرویرکا میکنن شورناکی آدمای. خیلی باوری دارم که کارتون پیش رفتن گیرد با شورناکی آدم‌ها بود زیاد میشود. خب تشکر زیاد. سلامت. Audio Jungle.